الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه پنجمین ما از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله می باشد. در این حلقه پنجم ما رکن دومی لا اله الا الله، ستون دوم و مهمترین مسئله لا اله الا الله را ان شاء الله به شما بیان خواهیم کرد. رکن اول به شما در حلقه گذشته معلوم شد که نفی است، کفر به طاغوت هست، و رکن دوم این اثبات است. الا الله، بجز الله، یعنی نیست معبود بر حق بجز الله. رکن اول این تعلق به یک قسم لا اله الا الله است که لا اله الحق. این رکن اول نفی، رد کردن معبودان باطل بود، و رکن دوم این قسم دومی لا اله الا الله الا الله می باشد. الا الله یعنی بجز الله تمام معبودانی که پرستیده می شوند باطلند. همه معبودان باطل را رد می نماییم و معبود یگانه و معبود حق که الله رب العزت و الجلال است اثبات می نماییم. و این رکن دوم و مهمترین مهمات لا اله الا الله است. یکی از مهمترین مهمات لا اله الا الله است. الا الله یعنی اثبات کردن الوهیت، اثبات کردن توحید عبادت، اثبات کردن توحید الوهیت به الله، یگانه به الله رب العزت و الجلال، و ایمان آوردن به الله. یعنی الا الله به ما اثبات می کند که یگانه الله باید پرستیده شود. الا الله اثبات می نماید که در این دنیا یگانه الله دعا کرده شود، پرستیده شود، سؤال کرده شود، عبادت کرده شود، به این الله نظر کرده شود، توکل کرده شود، از این ترسیده شود، دوست داشته شود. و این الا الله است که توحید اثبات الوهیت می کند و اثبات عبادت کردن یگانه الله رب العزت و الجلال را می کند، و ایمان به الله را انمین قسم لا اله الا الله به من و شما خبر می دهد. معنای الا الله همین است، یعنی اثبات کردن الله، ایمان آوردن به الله، اثبات کردن به الله که یگانه است، شریک ندارد، ذات است که باید پرستیده شود و مستحق پرستیدن است، و بجز الله دیگر تمامی چیزهایی که در این دنیا پرستیده می شود اونها معبودان باطل و ناحق هستند. بارک الله فیکم. و مقصد از این رکن، از رکن دوم لا اله الا الله، این اثبات تمام نمود عبادت، اثبات کردن تمام نمود عبادت، تمام با تمام نمودهایش و صورتهایش، با تمام قسمهایش، با تمام رکنهایش، تمام نمود عبادت با رکنهایش، نمودهایش، با الله رب العزت و الجلال اثبات می نماید که تمام عبادت باید به الله باشد، خواه این عبادت کوچک باشد یا بزرگ، فرقی ندارد. به اون الله که یگانه هست، معبود به حق است، شریک ندارد، نه فرزند دارد،
نه زن دارد، حی القیوم است، زنده و پاینده است، خواب نمی برد، خواب نمی کند و خمیازه هم ندارد، چرا که الله قوی است و همه این صفت ها، خواب کردن و فرزنددار شدن و زن داشتن و خوردن و نوشیدن، این نقصان و عیب است. در حق انسان ها کمال است، اما در حق الله سبحانه و تعالی اینها عیب است. پس الله این صفت های عیب را ندارد. الله به یگان چیز این چیزها احتیاج ندارد. پس رکن دوم لا اله الا الله این است که انسان باید پابرجا به اطاعت الله رب العزت و الجلال باشد، پابرجا به واجبات دینی باشد، به اون واجبات و به اون فرضهایی که الله رب العزت و الجلال و رسولش به ما مسلمان ها فرموده است از عبادت ها و حکم ها. عبادت های هست که انجام دادنش فرض است، به مانند ستون دین، نماز و روزه و زکات و حج. و عبادت های هست که سنت است، به مانند نافله هست، به مانند نمازهای نافله و مندوب است، صدقه دادن و دیگر عملها، ذکر کردن و البته عملهای هست که مستحب هست. بارک الله فیکم. همه این عمل را مسلمان باید کوشش نماید که اجرا بکند و از مهم باید شروع بکند، یعنی سخت اهتمام را به عملهای بزرگ بدهد تا که در اسلام باقی بماند. و این رکن دوم لا اله الا الله از ما طلب می نماید که پابرجا به امر الله باشیم، پابرجا در اطاعت الله رب العزت و الجلال باشیم، پابرجا در عشق و محبت الله باشیم و الله را دوست بداریم و استکبار و کبر و غرور نسبت الله و دینش نداشته باشیم و از عبادت الله روی نگردانیم. و دلیل بر این رکن دوم سوره صافات آیت 35 است. الله رب العزت و الجلال می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون. آنها، هر آینه آنها، البته آنها یعنی مشرکان، کسانی بودند که وقتی که به آنها نیست معبود بر حق بجز الله گفته میشد کبر میکردند، استکبار میکردند، خود را بزرگ میشماریدند. یعنی بدبختترین انسانها همون انسانهایی هستند که وقتی که اونها را به سوی لا اله الا الله دعوت کرده می شود، اونها این کلمه بزرگ را رد می کنند، قبول نمی کنند و کبر می ورزند که به سبب همین در یک ضلالت و گمراهی داخل خواهند شد که این کفر است و شرک است. پس انسان نباید در قبول کردن لا اله الا الله کبر بکند. لا اله الا الله و همه آن چیزی که لا اله الا الله در بر دارد از اون معانی و شروط و رکنهایش. الله سبحانه و تعالی در سوره غافر آیت 60 میگوید: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله رب العزة والجلال رب شما بگفت مرا دعا نمایید، ادعونی، مرا دعا نمایید، از من طلب نمایید، از من خواهش های خود را بطلبید.
و من به شما اجابت خواهم کرد. استجب لکم، اجابت دعاهای کرده شما میکنم. هر آینه آنانی که از عبادت من کبر میورزند زود است که به جهنم داخل خواهند شد، جهنمی ابدی. وقتی که کلمه لا اله الا الله را انسان قبول نمی کند یا لا اله الا الله را به زبان میگوید و معنایش را رد می کند، البته این انسان مسلمان نشده است و در کفر و شرک و ضلالت باقی مانده است و جای این نمود انسان بعد از مرگ عذاب است و جهنم است. کسی که لا اله الا الله را قبول نکرد یا خود لا اله الا الله را یا معنی لا اله الا الله را وقتی که قبول نکرد، رد کرد، از قبولش کبر ورزید، البته این انسان در دوزخ ابدالابد باقی خواهد ماند، جایش جهنم است. این شک شبهه نیست که این جهنمی است. پس این رکن دوم لا اله الا الله است. الا الله، بعد از اینکه تمام معبودان باطلی که در این دنیا پرستیده می شود رد کردید، لا اله گفتید و بعد از این معبود یگانه را اثبات میکنید که این الله است که برحق است، معبودی برحق و یگانه. پس کلمه لا اله الا الله تمام عبادت را در بر میگیرد، عبادت های قلبی، بدنی، زبانی و این چنین ولا و برا. همه این مسائل در درون در معنی لا اله الا الله وجود دارد و لا اله الا الله در برگیرنده همه این چیزها است. پس مقتضای شهادت دادن به لا اله الا الله چیست؟ یعنی بعد از این که به لا اله الا الله شهادت دادید، مقتضا طلبات شهادت لا اله الا الله چیست؟ لا اله الا الله شهادتش از شما چی طلب می نماید؟ چی می خواهد؟ وقتی که یک کس لا اله الا الله گفت، از این انسان چی طلب می نماید؟ لا اله الا الله از این انسان چی می خواهد؟ این شهادت مقتضایش چیست؟ اولا باید لا اله الا الله به زبان گفته شود و عمل به تمام طلبات لا اله الا الله باید کرده شود و انسان باید ملتزم باشد، التزام نماید به همه آن چیزی که این کلمه لا اله الا الله به اون دلالت میکند. به مانند با الله رب العزة والجلال را یگانه او را عبادت نماید و الله رب العزة والجلال را اطاعت بکند و طاعتش را بجا بیاورد و پابرجا به شریعت الله باشد و به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تسلیم بشود، گفته های رسول الله را عملا اجرا بکند و سخنی شخص دیگری را از سخن رسول الله بالا نداند. کسی نباشد امام یا که اولیای کسی نباشد، سخن این انسان نباید از سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند بایستد، بلکه سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاترین سخن در بین تمام انسان هاست. سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم این مصدر تشریع است. سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از قرآن است و منهج اسلام این سخن رسول الله صلی الله قرآن و سنت است به فهم سلف امت. مقتضای لا اله الا الله این چنین این است که انسان باید به عبادت های که به غیر الله انجام داده می شود به اون عبادت ها کفر ورزد. کفر ورزیدن به تمام عبادت هایی که به غیر الله انجام داده می شود، یعنی به همه اون عبادت هایی که در گرد اطراف قبرهای انسان ها، در گرد و اطراف سنگ ها و درخت ها، در گرد و اطراف دیگر چیزها انجام داده می شود، باید گوینده لا اله الا الله، شهادت دهنده لا اله الا الله همه این چیزها را رد بکند و به همه این چیزها کفر ورزد.
کفر ورزیدن به معنای ترک کردن و رد کردن. و این چنین مقتضا و طلبات لا اله الا الله این است که تمام عبادت های بدعی ترک کرده شود و یگان نمود عبادت را به غیر الله سبحانه و تعالی به دیگر چیز صرف نکند. و مقتضای لا اله الا الله و طلبات لا اله الا الله از گوینده لا اله الا الله این است که از مشرک ها گوینده لا اله الا الله براءت جوید، بیزاری جوید، مشرکین را ترک کند، کفرشان را و شرکشان را و خودشان را. بارک الله فیکم. پس انا این معنا و مقتضای لا اله الا الله است. یعنی وقتی که یک انسان کلمه لا اله الا الله را شهادت داد، بعد از گفتن لا اله الا الله این کلمه و این جمله از گوینده اش طلبات دارد. طلباتش انا نمین است. عمل کردن به طلبات لا اله الا الله، ملتزم بودن به آن چیزی که این کلمه دلالت می کند، یگانه الله را پرستیدن، اطاعتش کردن، به امر و طاعتش بجا استادن، به گفته رسول الله تسلیم شدن و کفر ورزیدن به عبادت هایی که به غیر الله انجام داده می شود، مشرکین و کفار، و ترک کردن عبادت های بدعتی که امروز در بین مسلمان ها چقدر عبادت های بدعی وجود دارد. وقتی که میگوید که این بدعت است، میگوید که فلان اولیا به من این را گفت. سخن رسول الله را به یک طرف میگذارد و سخن کسی دیگری را قبول میکند و عمل مینماید که البته همه این چیزها را باید ترک کند و این مقتضای لا اله الا الله است. شیخ الاسلام مجددین محمد بن عبد الوهاب رحمه الله میگویند فالله الله یا اخوانی تمسکوا باصل دینکم. الله ای برادرانم میگویند به اصل دینتان چنگ زنید. اصل دین شما، بالاترین درجه دین شما، سر دین شما و این تمام دین شما این شهادت دادن به این که نیست معبودی بر حق بجز الله است. یعنی تمام دین و بزرگترین دین، مسئله دینی این لا اله الا الله است. و اعرفوا معناها، معنای این کلمه را بدانید، با معرفت نسبت این کلمه باشید. و احبوها، و این کلمه را دوست بدارید، اهل این کلمه را دوست بدارید، دانندگان این کلمه، فهمندگان این کلمه، عمل کنندگان بر این کلمه را دوست بدارید. احبو اهلها، خود این کلمه را دوست بدارید و اهل این کلمه را دوست بدارید. وجعلوهم اخوانکم، اهل این کلمه را برادران خود قرار بدهید. ولو كانوا بعیدین، گرچنده که از شما دور باشند. ای برادرم و ای خواهر بزرگوارم که لا اله الا الله را دانستی و فهمیدی و به مقتضایش عمل نمودی، در کجای دنیا نباشی تو برادر و خواهر مسلمان من هستی. وکفروا بالطواغیت، و به طاغوت ها کفر ورزید، رد نمایید، ترک نمایید، طاغوت ها را ترک نمایید، به اونها کافر باشید. کافر شدن روپوش کردن و ترک کردن و رد کردن. و عادوهم، و به کافران دشمنی نمایید. و بغضوا من احبهم، و بد بینید و بغض پیدا بکنید نسبت کسانی که کافران را دوست می‌دارند. سبحان الله، این سخن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب است که چقدر سخن زیبا است. خصوصا جمله آخرش که میگویند به طاغوت ها کفر ورزید، به اونها را دشمن خود قرار بدهید و بد بینید و بغض و بغض و بد بینید کسانی را که کافران را دوست می‌دارند.
البته این هم مقتضا و طلبات لا اله الا الله است. کسانی که از مسلمانان کافران را دوست می‌دارند باید ما اونها را بد بینیم، باید اونها را بد بینیم، چرا که این رکن لا اله الا الله کفر به طاغوت است. البته ما در حلقه آینده باز میگردیم به کفر به طاغوت، یعنی رکن اول را که کفر به طاغوت مغز رکن اول است، ان شاء الله یک حلقه کاملا درباره طاغوت صحبت خواهیم کرد. پس این بود مقتضای لا اله الا الله. کلمه توحید لا اله الا الله، این کلمه توحید قول است و اعتقاد است و عمل است. برادران و خواهران عزیزم بارک الله فیکم، سخت اهمیت میده در اینجا. کلمه توحید قول است و اعتقاد است و عمل است. البته این سخن رد بر مرجئه ها هست، برای آنکه مرجئه ها میگویند کلمه توحید لا اله الا الله فقط، بعضی از مرجئه به مانند کرامی میگد که فقط گفتنش لا اله الا الله هست و بس. بعضی دیگر از مرجئه ها به مانند جهمی میگد که معرفت با قلب است، با قلب است، و بعضی دیگر میگد تصدیق است. اما اهل سنت و الجماعت میگویند کلمه توحید این هم باید به زبان گفته شود و هم باید اعتقاد کرده شود و هم باید عمل کرده شود. پس هنگامی که لا اله الا الله از توحید شد، ما گفتیم کلمه توحید این لا اله الا الله است. وقتی که به شما از این بعد کلمه التوحید گفته صحبت کردیم، دونید که کلمه التوحید این لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. پس هنگامی که لا اله الا الله از توحید شد، توحید از ایمان است و ایمان این چی است؟ قول است و عمل است و اعتقاد است و زیاد میشد و کم میشد. البته لا اله الا الله از توحید است و توحید از ایمان است و ایمان قول است و عمل است. برای همین علما میگویند که لا اله الا الله در بالای 3 رکن می ایستد. در بالای 3 رکن راست می شود. اولا باید لا اله الا الله به زبان گفته شود. گفتن لا اله الا الله با زبان و نطق کردن لا اله الا الله. کسی می خواهد که مسلمان بشود باید لا اله الا الله را با زبانش نطق بکند و همین نطق لا اله الا الله انسان را و یک مرد و زن را به اسلام داخل می کند و خونش و مالش امین می گردد. از حدیث صحیحی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا اله الا الله، من از جانب الله مأمور شدم یا امر کرده شدم که مردم را به قتل رسانم تا اینکه لا اله الا الله بگن. یعنی به خاطر لا اله الا الله پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را به قتل میرسانیدند. وقتی که لا اله الا الله میگفتند، یعنی مردم وقتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابگان لا اله الا الله نیست معبودی بر حق بجز الله میگفتند، تمام بعد از این اسلامش قبول شد و خون این مرد حرام است، کشته نمی شود و مالش هم به دیگران حرام است، مالش هم گرفته نمی شود. این مرد خودش، خونش، مالش امین میماند به سبب انا من لا اله الا الله. و هیچ کسی عذر ندارد از ترک لا اله الا الله. کسی که لا اله الا الله را با زبان گفتنش را ترک میکند عذر ندارد. ترک کننده لا اله الا الله از نطق کردنش کسی که دست میکشد هیچ عذری ندارد، مگرم گنگ، کسی که اخرس هست. اخرس یعنی گنگ، یا در بعضی عرف عادت و منطقه ها گنگلک هم میگن، یعنی کسی که سخن کردن نمیتواند. البته این چنین انسان ها لا اله الا الله را به قلبشان میفهمند. و انسانی که عرب نیست، به انسانی که عرب نیست کلمه لا اله الا الله تلقین کرده می شود
یعنی میگوید لا و انسان ها میگد لا اله و انسان ها میگد اله. و بعد از این که کلمه لا اله الا الله را بعد از شما تعلیم دادن تکرار کرد، بعد از این معنایش را میفهمانید. یعنی یک انسان کافر خواهد که مسلمان شود، باید کلمه لا اله الا الله را عربی بگوید، معنایش را نفهمد بلکه بگوید و بعد معنایش را فهمد، یا که معنایش را فهمد و بعد لا اله الا الله را بگوید. یعنی گفتن لا اله الا الله با فهمیدن معنایش ضرور است. اگر بگوید که خلاص من فهمیدم معنای لا اله الا الله را فهمیدم اما نطق نکنم هم میشد، این غلط است و این خطا است و با این انسان به اسلام داخل نمیشد. حتما باید لا اله الا الله گفته شود. کسی نباشد عرب است عجم است، عجم یعنی غیر عرب را عجم میگند، روس است یا که امریکایی هست یا فارس است و خطایی هست، کسی نباشد وقتی که گفت من مسلمان میشوم به وی میگید لا اله الا الله، از عقب شما تکرار میکند و معنایش را میفهمانید. میگوید که لا اله الا الله دو رکن اساسی دارد. لا اله تمام اله ها را ترک میکنی، اله کنفو، اله هند، اله دیگر معبودایی که از اولیا و درخت و سنگ و قبر و دیگر چیزا داشتی همش را ترک میکنی، به همه اونها کفر میورزی، به همه طاغوت ها کفر میورزی و الله یگانه رب العزت و الجلال را که رکن دوم است الا الله اثبات میکنی و الله را قبول میکنی. اول قلبت را پاک میکنی، بعد از این الله را به همون قلب یگانه که در درون تو هست به همون چی میکنی جا میکنی. چرا که در درون انسان یک قلب است. دو چیز در درون انسان جمع شدنش ناممکن است، دو ضدیت در درون انسان جمع شدنش ناممکن است. چه که شب و روز در یک حالت جمع شدنش ناممکن است. این چنین کفر و ایمان، شرک و ایمان، شرک و توحید، کفر و ایمان در یک جا جمع شدنش ناممکن است. یک انسان هم کافر است هم مسلمان است، یا مشرک است مسلمان است، این چنین شدنش ناممکن است. اما البته ما اهل سنت و الجماعت عقیده داریم که مسلمان ضعیف شدنش ممکن است و خوارجا میگوید که ایمان این یگانه چیز است، اگر بعضش رود همش میرد. الایمان شیء واحد اذا ذهب بعضه ذهب كله، این عقیده خوارج است. اما مرجئه باشند میگوید که ایمان لا یضر مع الایمان ذنب، کسی که ایمان داشته باشد گناه هیچ ضرری نمیرساند. این هم مذهب مرجئه و غلط است، بلکه اهل سنت و الجماعت میگند ایمان این رکن ها دارد، جزء ها دارد و بعضی ایمان رود همه ایمان نمی رود و ایمان زیاد و کم می شود و البته گناه به ایمان ضرر دارد و ایمان انسان را ناقص می کند و حتی اینکه بعضی گناه ها انسان را چی می کند، اصلی اگر ترک اصلی دین باشد، شرک باشد یا کفر باشد، انسان را به کفر وارد می کند و از ملت اسلام بیرون می کند. و این رکنی اولی لا اله الا الله برای مسلمان شدن بود. و دوم، رکن دومش یعنی کسی که لا اله الا الله میگه برای مسلمان شدنش، یعنی کسی که مسلمان شده میخواد اول لا اله الا الله گفتم، یعنی لا اله الا الله در بالای سه چیز می ایستد. یکمینش گفتم با زبان، دومینش اعتقاد کردن معنای لا اله الا الله به قلب و تصدیق کردن معنای لا اله الا الله و دوست داشتن لا اله الا الله و قبول کردن این مقتضا و طلباتی که لا اله الا الله میکند که ما به شما بیان کردیم و یقین و باوری کردن به همین لا اله الا الله. این معنای اعتقاد است. اعتقاد به لا اله الا الله چی معنی دارد؟ یعنی دانستن معنای لا اله الا الله، تصدیق کردن لا اله الا الله، دوست داشتن لا اله الا الله، قبول کردن لا اله الا الله، یقین یعنی باوری کردن لا اله الا الله، شک و شبهه را از دل دور کردن نسبت لا اله الا الله. پس هر کسی که شرط از این شرطهای گفته‌مون را تصدیق، محبت، قبول، یقین اینها را چی میکند؟ ترک میکند، داند که اون منافق است. منافق کیست؟ کسی که به زبان لا اله الا الله میگه اما اعتقادش وجود ندارد. اعتقاد یعنی قلبش تصدیق به این لا اله الا الله حالا نکرده است، یا قلبش لا اله الا الله را حالا دوست نداشته است، حالا قبول نکرده است، یا که شک یا شبهه دارد. برای همین لا اله الا الله را به زبان گفته است اما به دلش که اعتقاد نکرده است، این منافق شده است.
البته منافق این دو قسم است، منافق اکبر و اصغر، نفاق اکبر و نفاق اصغر. نفاق اکبر انسان را از اسلام بیرون میکند، نفاق اکبر کفر است، کفر اکبر است. و نفاق اصغر این البته گناهی میده، گویا که گناهی صغیر است. بارک الله فیکم. پس ظاهر کردن اسلام با زبان و باطن کردن کفر با قلب، این کفری اکبر است. پس بارک الله فیکم، این معنایش این است که لا اله الا الله را با زبانش میگوید و با قلبش به لا اله الا الله کفر میورزد. به کدام نمودی کفر نباشد، یعنی به کدام نمودی کفری که تعلق به قلب دارد، به مانند کفر تکذیب، کفر دروغ شماردن لا اله الا الله، یا که کفر شک. البته ما به شما در حلقه‌های گذشته نوعی نمودهای کفر اکبر را بیان کردیم. در اونجا به شما بیان کردیم که کفر اکبر 6 قسم دارد: کفر تکذیب، کفر استکبار و کفر الشک و الریب و کفر امتناع و البغض. پس کسی که لا اله الا الله را بگوید اما تصدیق نکند، اما محبت نداشته باشد، قبول نداشته باشد، شک داشته باشد، گویا که کفر تکذیب و کفر شک و کفر بغض و این چنین به مانند همین قلبش به لا اله الا الله کفر ورزیده است. پس باید اعتقاد داشته باشد. گوینده لا اله الا الله به زبانش باید به قلبش اعتقاد داشته باشد. مشکلی امت اسلام در همین جاست که بعضی از مسلمان ها اعتقادشان ضعیف است و مرجئه در بالای آنها غلبه کردگی است. امروز در مناطق تاجیکستان میبینید و خصوصا آسیا الوسطا، آسیای میانه، اون منطقه هایی که در زیر تصرف کمونیست ها بودند، این کمونیست ملحدا بر بالای مسلمان ها یک مصیبت سختی را آوردند. عقیده مرجئه را بر سر مسلمان وارد کردند و اونها را که به عقیده مرجئه راضی کنند. عقیده مرجئه جهمی این است که امروز مردم تاجیک و آسیای میانه میگد که ما مسلمانیم و اما میگد که قلب پاک باشد شد. یعنی لا اله الا الله بگو، معناش را نمیدانی، این کلمه را دوست نمیداری، ضد این کلمه کار میکنی، به ضد این کلمه میجنگی، به این ضد، یعنی به ضد کلمه میجنگی، اهل این کلمه را دشمن خود اعلان کرده ای و بعد از این چنین مردم با میگن که دل ما پاک است و ما مسلمانیم. یعنی اینها رکن لا اله الا الله را فقط نطقش را میدانند، اعتقاد نکردند. و این چنین رکن سومی که یعنی لا اله الا الله در بالای اون می ایستد، این عمل است. یعنی یک انسان وقتی که مسلمان خود را میگوید باید به زبان بگوید و به قلبش اعتقاد لا اله الا الله را داشته باشد و بعد از این عمل نماید. عمل نمودن به مقتضای لا اله الا الله و ملتزم و التزام شدن به مقتضای لا اله الا الله و رکنش و رکنهایی که لا اله الا الله دارد از نفی و اثباتی که به شما ذکر کردیم. و یگان عملی بیجای را یا ضد لا اله الا الله را عمل نکردن یا شکننده از شکننده های لا اله الا الله را انسان نباید به جا بیاورد. بارک الله فیکم. البته به بعضی انسان ها حدیث صحیحی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است اشکال ایجاد میکند. حدیث این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند، حدیث صحیح است: من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت می شود. حدیثی صحیح است. اما برادران و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، شما باید منهج اهل سنت و الجماعت را نسبت قبول حدیث دانید که اهل سنت و الجماعت یگان حدیث را تنها خودش را نمی گیرند،
بلکه این حدیث را با دیگر حدیث هایی که به همین موضوع وارد است همه اش را جمع می کنند. بین این حدیث ها نظر می کنند و این حدیث ها را بعد از جمع کردن معنا را بعد ذکر می کنند. در موضوع لا اله الا الله حدیث های دیگری ذکر شده است، به مانند اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبی دخل الجنه. هر کسی که لا اله الا الله خالصانه از قلبش میگوید داخل جنت میشن. و در حدیث های دیگری اومده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که هر کسی که لا اله الا الله را صادقانه بگوید داخل جنت میشود. و بعد از این میگن هر کسی که لا اله الا الله را بگوید و به مقتضای لا اله الا الله عمل نماید، مقتضا یعنی طلبات لا اله الا الله را به جا بیاورد، بعد داخل جنت میشد. هر کسی که لا اله الا الله بگوید طلباتش حسبش یعنی نماز و روزه و بعد از این دیگر چیزها را به جا بیاورد، بعد داخل جنت میشد. وقتی که ما حدیث های دیگر را نظر میکنیم چی میشود؟ این حدیث عموم را اونها چی میکنند؟ مقید میکنند. البته ما در این حالت میگوییم که کسی که لا اله الا الله بگوید و عمل را انجام ندهد، یعنی جنس عمل را تماما عمل را لا يعمل خيرا قط لا يعمل خيرا قط، یعنی یگان عملی اسلامی را یگان مراتب انجام ندهد، این انسان کافر است. لا اله الا الله به انسان فایده ندارد و این عقیده اهل سنت و الجماعت است. اما امروز مرجعه ها جوش زدند. بسیار انسان ها مرجعن بیخبرند، بسیار طالب علم ها مرجع است بیخبر از خودش، فقط همین لا اله الا الله را شعار خودش کرده است. هر کسی که لا اله الا الله گوید داخل جنت میشد، عمل نکند هم داخل جنت میشد، شرک انجام دهد هم داخل جنت میشد، چی کاری بکند هم داخل جنت میشد. و این عقیده چی است؟ مرجعه ها هست. عقیده اهل سنت و الجماعت این چنین نیست. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که هر کسی که لا اله الا الله بگوید و رکن لا اله الا الله دو رکنش را به جا بیاورد، لا اله الا الله را به زبان بگوید، اعتقاد بکند و عمل نماید. و البته عمل به چند قسم تقسیم می شود که البته مرجعه ها در نسبت تقسیمات ایمان و عمل هم چی هستند؟ جاهل هستند. اصل ایمان را از واجب الایمان یا که ایمان الکامل المستحب جدا کرده نمیتوانند. ما میگیم عمل های هست که این اصل ایمان است که انسان اگر این عمل را ترک کرد کافر می شود گرچه که لا اله الا الله بگوید. و عمل های هست که این واجبات الایمان است، اگر انسان ترک کند کافر نمی شود، البته کافر نمی شود. و عمل های هست که این مستحبات است و ایمان انسان را کامل می کند، اگر انسان انجام ندهد هم باقی نیست. و این نمود تقسیم در حلقه های گذشته به شما بیان شد، مرتبه و تقسیمات ایمان به شما بیان شد. و البته مرجعه ها این تقسیمات را هم ندارند. بارک الله فیکم. پس عقیده اهل سنت و الجماعت این است که هر کسی که لا اله الا الله را گفت اما یگان عملی خیر را نیکویی را انجام نداد، به زبان عربی میگن لا يعمل الخير قط لا يعمل الخير قط، یگان عملی خیر را یگان بار انجام نداد، این انسان کافر است. یعنی جنس عمل را کاملا ترک کرد، این انسان کافر است. اما در نزد مرجعه انسان مسلمان است. برای همین است که مرجعه ها برای اسلام به نهایت ضربه سخت زدند. ضربه سخت زدن همین است که مسلمان ها را به بیعملی انداختند. امروز تمامی اکثر مسلمان هایی که در روی دنیا دیده می شود به سبب این مرجعه ها عمل نمودن به لا اله الا الله، به طلبات لا اله الا الله را ترک نمودند و باز خود را در راه حق می دانند و میگن قلب پاک باشد شد، دل پاک باشد شد. و همین سخن مرجعه است. بارک الله فیکم. سخن خطرناک است. پس هر کسی که لا اله الا الله بگوید و به مقتضای لا اله الا الله عمل بکند و تصدیق لا اله الا الله را صادقانه گفته باشد، همین انسان از گفتن لا اله الا الله فایده میبرد. پس بارک الله فیکم. این بود شروط های لا اله الا الله که انسان مسلمان شانده باید بگوید به زبان و اعتقاد و قلب. پس این کلمه همان وقت به گوینده اش فایده می بخشد
یعنی لا اله الا الله به یک انسان همان وقت فایده میدهد، همان وقت فایده میبخشد که به زبانش بگوید و اعتقاد بکند و معنایش را بفهمد. به زبانش بگوید لا اله الا الله بگد و معنای لا اله الا الله را به قلبش فهمد، به دلش فهمد و عمل به طلبات لا اله الا الله بکند به جسمش، یعنی به جسم عمل نماید. و این گفته ما به سه چیز پیدا می شود. یعنی همه این گفته های ما به سه چیز پیدا می شود. مثلا اول چیزش یکم رکن لا اله الا الله را به جا آوردن، یعنی ایمان به الله می آورد و از غیر الله به طاغوت ها کفر می ورزد. ایمان به الله بیاورد و کفر به طاغوت ورزد. و دوم به شرط های هفتگانه لا اله الا الله که انشاءالله به شما در حلقه آینده ذکر میکنیم عمل نماید. سوم شکننده از شکننده لا اله الا الله را انجام ندهد. یعنی کدام وقت لا اله الا الله به من و شما فایده میبخشد؟ همان وقتی که ما این سه چیز را به جا بیاریم. سه چیز کدام چیز هست؟ اولا به جا آوردن رکن های لا اله الا الله، دو رکن لا اله الا الله. دوما عمل نمودن به شرط های هفتگانه لا اله الا الله. سوما ترک کردن شکننده های لا اله الا الله. البته لا اله الا الله دو رکن دارد، 7 شرط دارد و اینچنین شکننده های زیاد دارد. هر یک چیز شکننده دارد. روزه شکننده دارد، حج شکننده دارد، عمره شکننده دارد، طهارت شکننده دارد، نماز شکننده دارد. اینچنین لا اله الا الله شکننده دارد. پس این گفته ما، قاعده که به شما بیان کردیم، لا اله الا الله کدام وقت به شما فایده میدهد؟ به نهایت سخن بزرگ است که باید حفظ کرده شود و فهمیده شود و عمل کرده شود. اما کسی که کافر هست کدام وقت مسلمان می شود؟ آیا کافر لا اله الا الله بگوید و بعد از این اعتقاد بکند و بعد از این رکنش را، شروطش را عمل بکند و بعد از این شکننده اسلام نبیارد بعد مسلمان می شود؟ نه. به مجرد گفتن لا اله الا الله کافر مسلمان می شود، به اسلام داخل می شود. یعنی یک کافر وقتی که لا اله الا الله گفت، معنیش را فهمید، تمام. رکن لا اله الا الله را گفت، فهمید، معنی لا اله الا الله را فهمید، لا اله الا الله گفت، به مجرد نطق لا اله الا الله و قبول کردن معنای لا اله الا الله به اسلام داخل می شود. گرچنده که رکن لا اله الا الله را نفهمد یا که شروط های لا اله الا الله را نفهمد یا که حتی از نواقض اسلام، نواقض یا شکننده های لا اله الا الله بیخبر است. لا اله الا الله را وقتی که گفت مسلمان شد و بعد از مسلمان شدنش بعد از این به این انسان رکن های لا اله الا الله و شرط های لا اله الا الله و این چنین دیگر مقتضای لا اله الا الله حتما فهمانیده می شود، شناسانیده می شود. و اگر یک کافر لا اله الا الله را بگوید، به اسلام داخل شد، لا اله الا الله را گفت، محمد رسول الله را گفت، به اسلام داخل شد و بعد از این رکن لا اله الا الله را نفهمید، یا وقتی که به وی رکن لا اله الا الله گفته شد، نفی و اثبات فهمانده شد و گفت من رکن لا اله الا الله را قبول نمی کنم، یعنی رکن های لا اله الا الله را قبول نمی کنم، یا که گفت من شرط های لا اله الا الله را قبول نمی کنم، یا که گفت من بعضی از این شکننده های لا اله الا الله را قبول نمی کنم، من انجام میدم، گفت این مرتد می شود، گشته باز مرتد می شود، کافر می شود. باید همه این رکن، شروط و اینها را به جا بیاورد و تمام شکننده های لا اله الا الله را ترک بکند. و البته لا اله الا الله چخیلی که به شما گفتیم 7 شرط دارد که شهادت لا اله الا الله به این 7 شرط صحیح نمی شود. یعنی کسی که لا اله الا الله بگوید اما این شرط های لا اله الا الله را به جا نآورد، لا اله الا الله گفته اش صحیح نیست.
که البته این شرط ها علم، یقین، صدق، اخلاص، محبت، قبول و انقیاد است. بارک الله فیکم. و هر یک این را ما انشاءالله در حلقه آینده به شما بیان میکنیم. و این چون لا اله الا الله شکننده ها دارد و شکننده های لا اله الا الله به نهایت بسیار است. و امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب رسالچه کوچک خود شکننده های اسلام و شکننده های توحید یا شکننده های لا اله الا الله را 10 تا ذکر کردند. یکمینش شرک، اتخاذ الوسائط و شفعاء، یعنی بین خود و بین الله واسطه و شفعای غیر شرعی گرفتن. و این چنین استهزاء به دین الله سبحانه و تعالی، استهزاء دین و رسولش، حکم به غیر ما انزل الله، یا که اعتقاد کردن بر این که حد غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم از حد رسول الله بهتر است، یا گمان کردن به این که سخن از سخنهای رسول یا سخن از سخنهای رسول الله را رد کردن و بد دیدن، یا که اعتقاد کردن به این که بعضی انسانها از دین برآمدنشان جایز است. سحر و کفر، مظاهره کفار بر مسلمین، یعنی کمک کردن کفار بر ضد مسلمین، و تکفیر نکردن مشرکین و کافرین یا شک کردن در کفرشان. من شک فی کفر المشرکین او صح مذهبهم کفر. یا که اعراض کردن و رد کردن دین الله سبحانه و تعالی، تعلیم نگرفتنش، عمل نکردنش، و همه این شکننده های دهگانه که البته شرح بنده هم همه این را با زبان تاجیکی شرح دادم و در اول این گروه وجود دارد، در اول این حلقه البته گروه درسی من وجود دارد. بارک الله فیکم. و آموختن شکننده های اسلام هم بینایت ضرور است و اهمیتش در اونجا ذکر شده است. پس لا اله الا الله به نهایت کلمه مهم است و با خود دلالت های زیاد دارد. لا اله الا الله دلالت بر دین میکند. کلمه توحید دلالت بر توحید مطابقه میکند، دلالت بر توحید تضمن میکند و دلالت بر توحید ملازمه میکند. یعنی توحید اساس لا اله الا الله برای توحید الوهیت آمده است و این چنین به توحید ربوبیت و اسماء الله و صفاته والولاء والبراء تضمنا در زیر لا اله الا الله این چنین به همین معنا آمده است و این چنین به ارکان پنجگانه، ارکان اسلام، ارکان ایمان و باقی مانده از دیگر چیزها به معنای ملازمه آمده است. پس بارک الله فیکم. این بود رکن دومی لا اله الا الله. رکن دومی لا اله الا الله که این اثبات الله رب العزة والجلال است. با همین این خلقه را به پایان میرسانیم و از الله سبحانه و تعالی توفیق و هدایت و ثابت قدمی در این راه را میطلبیم و از الله میپرسیم که همه ما را موحد گرداند و همه ما را صالح مصلح گرداند و از الله سبحانه و تعالی حسن الخاتمه را ان شاء الله طلب می نماییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.